امروز توی وان بلاک قرار فاز رد دزرت رو با هم تا آخرش بکنیم و ببینیم چه آیتم هایی بهمون میده و چه مابایی برامون اسپان میکنه. سلام رفقا، من پرام هستم. امیدوارم حال همتون خیلی خوب باشه و خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. همونطور که شنیدید بهتون گفتم امروز قرار بریم وان بلاک، اما فاز رد دزرت فاز قبلی خودم تموم کردم دیگه، گفتم خودم کاملش کنم بریم فاز بعدی. این فاز کلا همشو با هم میریم و فکر کنم ما به هاسکو این دفعه برامون اسپان کنه که همون زامبی های داخل دزرت و اینا هن که خیلی دمیج زیادی بهمون میزنن. و خلاصه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون شم ویدیو رو لایک کنید، حتما همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر بشین و بیاین ببینین. و بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. راستی بچه‌ها این عکس پشت سرم که زدم خب جدید دارم، گفتم اینطوری یه تنوعی بشه، باحال میشه داخل عکس. خب بریم سراغ وان بلاکمون. همونطور که میبینید من این قسمت پشت سریمونه که چستا داخلش بودن کلا کندمش، حذفش کردم. دو تا ساید اندازه هم دقیقاً یعنی متقارن میخوام کنم وان بلاکمو، یعنی دقیقاً اندازه همن، کاملا دور تا دورش اندازش ساختم که اینجا گندمامون رو کاشتیم که بیشتریشون در اومدن و نازم بعدا همه رو برمیداریم. این قسمت هم بامبو کاشتم مال همین فازی که تمومش کردیم، فاز جانگل دانجن. و اینجا هم خب باغ وحشمونه که اینون پاندا داخلشه، خیلی هم خوشگله. اسبم 5-6 تا اسپان شد، تازه یه عالمی هم گندم بهشون دادم که یکی شما هم دوست شد، ولی خب متاسفانه به تدریج افتادم پایین، ولی خب یه این پایین هست که دیگه همینا دیگه. آره بعد اتاقمون هم کامل کردم، خیلی خوشگل شده. ببینید بچه‌ها از این لنترنا اینجا گذاشتم 4 تا. اینجا چستامونه همشون که دستبندی نکردم، ولی یه سریاشونو که از همه مهمتر بودن دستبندی کردم. مثلا اینجا کلا وسایلای کاشتنی و مربوط به کشاورزی و اینا هن و دیگه دستبندی کردم. آره از اینجا هم میتونیم بریم این زیر، هر ما به اسپان بشیم میفته این پایین. بعدا اینجا رو از این بلاکای لاوا میذاریم، نمیدونم بهشون چی میگن ولی خب دمیج میزنن. بعد مابا که اسپان شدن میندازیمشون سرمون، خودشون میمیرن. آره این برنامه رو دارم برای این زیر، به خاطر همین سقف درست کردم برای اتاقم. و آره دیگه آقا این من 3-4 تا بلاک کنم این فاز رد دزرت کردم دیگه، بیشتر نکردم. بریم سراغ فازمون که فکر کنم این کلنگ هم باید بسازیم. فعلا که چیز خاصی نداده، فعلا داره شن و سنگ و اینا میده. لپیز بهم داد. اوه از این لاما اسپان شد. سلام. 2 تا هستن فکر میکنم، نه یه دونه است. فقط جون من درد نفتی با اینو. من اینا رو نمیدونم چی میخورم، یعنی همین الان گندم و چی هم دارم میبردم شو تو باغ بش. باغ بش چیه؟ باغ بش چی شد؟ امرالد. وات امرالد با این میکنه؟ آره بابا بنازم، بابا کن بنازم امرالدم. بریم بذاریم توی چستمون. بچه راستی 6 تا دایمند هم داریم، میتونیم پیککس دایمندیمون رو درست کنیم که فعلا درستش نمیکنم چون میخوام مندینگ و اینا روش بندازم. لپیزا هم بذار توی این دیگه، بقیه رو حالا ول کن. بریم بالا. البته بذار یه پیککس هم بسازیم. خب پیککس جدیدمون هم ساخته شد. دوباره بریم سراغ ماین. دوباره امرالد. بابا بنازم، نگاه امرالد چقدر بهمون میده این فاز. بنازم بابا بنازم، بکنش ببریمش پایین دوباره. اینم بکن. اوه دایمن بهمون داد. بابا بنازم، این همه بلاک های خوششانسی میدی تو. وای روبا اسپان شد. روبا دایمند منو بده اشغال، دایمند منو بده. افتاد پایین با دایمند. وای باورم نمیشه یه دونه دایمند از دست دادم. ببین یه دونه دیگه دایمند داده ها، سریع بگیرش. بنازم. توی چستمون چیه؟ همش هم کوله. اوه دوباره از این اسپون شد. بمیر شغال عوضی. بیا اینجا نباید بری پایین. اصلا انداخت پایین. بابا این دارن داغون میکنن همه جا رو این روبا. تو هم تا نکشن ولت نمیکنن. برو پایین ببینم بابا. دارن همه چی رو میبرن اینا. آخه این درسته؟
ویلیجر اسپان شد. بابا بنازم، اولین ویلیجرمون هم اسپان شده. نیفتی پایینا، جون مادرت نیفتی پایینا. الان برات پله میزنم میبرمت. باشه این داره خودش دنبالم میاد. بیا 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 از اینجا بیا، از اینجا بیا. بیا از اینجا بیا بالا. رفتی کجا؟ نیفتی، بیا اینجا. بیا بیا بیا. آقا من ویلیجر داشتم میبردم بذارم توی باغ وحش یه جا زندانیش کنم، افتاد پایین. اشکال نداره، یه دونه دیگه برامون اسپان میکنه. دوباره دایمند. چست بهمون داد بچه. از این شیشه های ایکس پی داره و دیگه چی داره؟ بون داره و از این درخت ها. خیلی خوبه. از این ببینید از این هاسکا اسپان شد. وای 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 وای. اینجا باید جلوشون رو ببندیم، از این ور بندازیمشون پایین. خدا برم پایین. آها برو پایین دیگه بابا، برو پایین. این از این یکیشون، این از این یکی. ببینم بابا. هندونه هم بهمون داد. بچه از این پیلیجر ها اسپان شد. نمیدونم بهشون میگن پیلیجر فکر میکنم. آره ولی اینجا کاری به اون ندارن فکر میکنم. نه ولی خب ما میزنیمش، میندازیمش پایین. برو پایین. آفرین برو. بچه خوبی هستی تو. بچه الاغ اسپان شده. چه الاغای خوبی. برید پایین، نفتید پایین. فقط من شما رو میخوام. آفرین برید. آفرین برید پایین. دوباره الاغ اسپان شده ها. من چرا شیلد میگیرم جلوم؟ دوباره از این هاسکا اسپان شده ها. وای 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 وای. خب اینا رو باید به روش سنتی کشت. ببینید اینطوری میایم بالا، بعد یه دونه بلاک دوباره از زیر پامون میکنیم، اینو که میندازیم پایین، این دوتا هم همینجا میکشیم. خب اینا هم مردن. حالا بریم سراغ ماینینگ. دوباره از اینا. وای 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 وای. ویندیکیتور اینا. وای 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 وای. وای همه بلاکایی که داخل دستم بود زدم. این باید بمیره. بیا فاین تو، بیا فاین. باید بمیری. نه تو. امرالد بهم داد. بنازم. یه دونه همین جلوه بچه. این هم باید دخلشو بیاریم. من ملاجتو با تبر در آوردم. دوباره بچه چست بهمون داده. ببینیم چی توشه. اسلایم بهمون داده. بنازم. از این کاکتوس هم داده. اسلایم خیلی به دردمون میخوره. بریم بذاریم این سری. بچه دوباره ویلیجر داده. ولی تو رو خدا جون مادرت نری پایین. بیا اینجا دمت گرم. با کامپوستر ببرم زندانیش کنم. بیا برو داداش. آره آفرین همون دوری. برو بیا. خب بچه من موفق شدم با موفقیت کامل اینو بذارم داخل این قفسه. البته اگه دیسمون نشه، ولی خب خودش نیم تگ داره. اسمش آقای چی؟ ایان فکر میکنم. یه کامپوستر هم گذاشتم کنارش که همونجا بمونه، این شغل هم داشته باشه. ببینم دیسپان نمیشه به امید خدا. دوباره از این لاما اسپان شده. برو کنار. مانستر پارتی. وای چی اسپان شد؟ زامبی. از این پیلیجرها یه کاری با ما ندارم. و ویندیکیتور عوضی، ویندیکیتور نامرد خیانتکار. بیا منو دیدن. اونجا که گیر افتادید. اونو بیام بکنم خیلی خوبه. میترسم بکشنم. بمیر ببینم بابا. بمیر. تو من این حرفا نیستی که. اینم از این. اینم از تو. ملاج تو یکی هم الان در میارم دیگه. بیا جلو. میترسی؟ یکی هم اومد. هم آخریشه دیگه. بابا دوباره از این اسپان شد که البته اینا بیازارن. ببینیم توی چستمون چیه. از اینا گیاه کف دریا، اگ و دوباره از این دارکا. دوباره ویلیجر اسپان شده. سلام. بیا اینجا. وای دوباره از این هاسکا اسپان شده. بابا یه دونه دمیج بخورم کارم تمومه. من ولم کنید تو رو خدا. این از این. اینم از تو. برید گم شید.
او چسب بهمون داده، چی داخلشه؟ رنگ صورتی از این مال اند، قارچای اندی از این سویتا و کریپر اسپان اگ. یه اسکلتون اسپان اگ هم داریم بنازم. بابا باز هاسک اسپان شده ها، باز هاسک اسپان شد. خب بچه چست موزیکال برام اسپان کرد که یه دیسک شکسته داخلشه، چند تا پر و 4 تا هم کتاب. دوباره از اینو بابا برید پایین، تو رو خدا منو ول کنید. او تو رو رفتی نمیزنی تو منو؟ برو بالا ببینم تو هم پرچه پایین. دوباره از این فروشنده ها اسپان شد. 2 تا از اینو داشتم. وای دوباره ویندیکیتور، دوباره چست امرالدی داد و بون. واقعا جا ندارم دیگه، باید یه سری چیزای خیلی مسخره رو برم خالی کنم. وای هاسک لعنتی، از گرسنگی مجبوریم گوشت زامبی بخوریم. باز از اینا. خب بچه بعد وقتها کندکاری رسیدیم به چست آخر که دیدم یه آدمه چیزای خیلی خیلی خوب داخلش که بعدش هم چیزای آشغالی میریزیم بیرون. اینا هم که نمیخوایم، فقط از این درخت ها هم بیار. بکن ببینیم فاز بعدی چیه. 70 ثانیه دیگه. خب آقا 5 ثانیه رسیده. 4 3 2 و 1. بریم فاز بعدی ببینیم چیه. فاز ندره، فاز 7 ندر، فاز 7 رسیدیم که ندر هست. خب بچه بوند از ویدیو امروز، امیدوارم از این ویدیو خیلی خیلی خوشتون اومده باشه. فاز بعدی هم که چند روز دیگه براتون پارتشو میذارم و قراره بریم سازهای خیلی خفن‌تری توی وان بلاکمون بسازیم. بچه‌ها ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، حتما همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم با قرار بشین و بیاین ببینین. و تا ویدیو دیگه با من، خدا نگهدار.